روز 26 فوریه سال 2024 در دادگاه نویه سوید شهر نوسیبیرسک روسیه آخرین تبادلات نظر طرفها پیرامون پرونده شهروند 28 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف که در قتل بیرحمانه یک دختر 17 ساله مکتبخوان عیبدار می شود صورت گرفت. منبع پایگاه خبری اینفو پرو 54 در دادگاه خبر داد که در این روز هم عیبدار کننده دولتی و هم خوشنود امرویف سخنان آخرین خود را بیان کردند. معلوم نیست که جوان تاجیک متهم به کشتار معشوقش در سخن آخرین خود چه گفته است، ولی بنا به اطلاع منبع عیبدار کننده دولتی در مجموع از دادگاه طلب کرد تا عیبدار شونده را به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم کنند. خوشنود امرویف بر اساس 4 ماده کودکس جنایتی روسیه از جمله بر اساس ماده 105 به کشتار، بر اساس ماده 119 به دست کم 6 مورد تعدید کشتار، بر اساس ماده 117 و عذاب و عقوبت و بر اساس ماده 134 به علاقه جنسی با نابالغی که به سن 16 نرسیده است عیبدار می شود. نسل 17 ساله ماه ایول سال 2022 کشته شد. تفتیش پرونده 9 ماه دوام کرد و مرافعه دادگاهی از اپریل سال 2023 اینک قریب 11 ماه باز ادامه دارد. یادآور می شویم که داستان عشق جوان مهاجر و دختر نابالغ از شهر بیرسک در کنار نوسیبیرسک 26 ایول سال 2022 با فاجعه خونین پایان یافت. خوشنود امرویف معشوقه سابقش را در پیش چشم شاهدان در بین را با بیرحمی مخصوص کشت. بنا به خلاصه تفتیشات سبب کشتار رشک و از ادامه علاقه عاشقانه دست کشیدن دختر بوده است. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت انستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردهش پشیمان است. انستاسیا ماه سال 2022 همگی 2 ماه پیش از قتلش به سن 17 رسیده بود.